افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکانی بیبی. انا باز وقت افسانه خوانی رسید. امروز من به شما از افسانه های خلق تاجیک یک افسانه عجایب و غرایب وصیت پدر یا مال پدر را میخوانم. یک زمانی در یک ده دوردستی که در برش کوهی آسمان خراش جای داشت، آسیابان عمر به سر می برد. زحمت پرست بود آسیابان. از سحر تا شام گندم آرد کرده مهم مردم را می برآورد. با او تشکر می گفتند، در حقش دعای نیک می کردند. آدمی اگر عمر با او وفا کند آهسته آهسته پیر می شود. آسیابان هم پیر شد. او 3 پسر داشت. روزی پسری کلانیش را پیش خود خوانده گفت: ای پسرم، عمری دراز دیدم. من عمرم بیهوده نگذشت. من مردم خدمت کردم، همه از من راضی. رنج و گنج گفتند، رنج کشیدم. کم یا زیاد ثروت انداختم، چیزو چاره جمع کردم. امروز که عمرم به آخر می رسد، می خواهم از تو پسرم یک چیز را پرسم. مرحمت، پرسید پدر، گفت پسری کلانی. بگو که ثروت و مال و ملک به تو لازم است یا وصیت پدر؟ پسر مگر بسیار وقت این جانب در آرزوی میراث پدر بود که فی الحال فکر نکرده گفت: پدر جان، خودتان پدری بزرگوار، میفهمید که بی ثروت و مال و ملک روزی کس نمیگذرد. بعد آسیابان پسر میانش را پیش خود خوانده همان سوال را داد و همان جواب را شنیده در دلش گفت: این و آن ماند و من حسرت و ارمان ببرم. قصد میراث کند دشمن شیرین پسرم. نوبت پسری خردی رسید. او گفت: پدری عزیز، اول آن که من میخواهم شما همیشه زنده و سلامت باشید. هر نصیحتی که شما به ما پسرانتان کردید سود آورد و منفعت. خودی کاروبار شما پدر جان برای ما آینه عبرت بود. پدر این گپ را شنیده پرسید: پسرم، چی عبرتی در کاروبار و روزگار من دیدی؟ پسر گفت: آنچه دیدم شعار من قرار گرفت. از کار نترسیدن و نان حلال خوردن، تلاش منفعت خود نکردن و به منفعت مردم کار کردن، از حاصل زحمت خود روز گذرانیدن و حذر از مفتخوری، برای اجرای کار وزنین همیشه آماده بودن و در فکر کاری سبک نشدن، با احتیاجمندان دست یاری دراز کردن و پیش زورمندان سرخم نکردن. پسر به همین مانند فضیلت‌های پدرش را خاطر آور شد. پسرم، گفت آسیابان، خوشبختم که تو این را فهمیدی. من از این جهان بی ارمان می روم، لیکن بدان که ساعت وصیت گویی من رسیده است. پسر ناعلاج ماند و گفت: چی وصیت دارید ای پدری بزرگوار؟ پدر گفت: با تو مال و ملک لازم و یا وصیت پدر؟ گفت: وصیت پدر.
مال و ملک را من میابم پدر جان. پدر گفت وصیت من همین است که پسر جانم، هر وقت خواهی و هرگاه میتوانی از قبرم خبر گیر. پسر این وصیت را به جان و دل پذیرفت. آسیابان دیری نگذشته وفات کرد. بعدی گور و چوب و ادای مراسم پسری کلانی و میانه میراث پدر را تقسیم کرده گرفتند و به برادری خردی گفتند که دادر جان، خانه هر یکی ما خانه تو، چقدر دلت خواهد زندگی کن. گفت میخواهم کار کنم و مزد داشته باشم و من چوپانی معقول. چوپان آشی حلال میخورد. اگر خواهد مالهای شما را بانی میکنم. برادران که میراث پدر را دو تقسیم کرده گرفته بودند خرسند شدند که برایشان خدمتگاری به منت یافت شد. پسر خردی پگاهی بز و بزغاله و گوسفند و گاو برادرانش را به چرگاه راند و بیگهی برگشته سحری روزی آینده به سر قبر پدرش رفت. پیش خاک تپه گور سر زانو نشسته یادی پدر کرده اشک حسرت از چشمان ریخت و ناگاه به گوشش شیهه اسب رسید. گشته نگاه کرد که در نزدش اسب شبرنگ زیبای ایستاده است. عجب یال و دم خوشروی داشت آن اسب. زینش زرین، افزارش نقره‌کاری، از دو پهلو دو بال دارد. تماشا کن و ایست. سوار شو، گفت اسب، هر جا خواهی میرسانمت. من چوپانم، الحال نمیتوانم جایی بروم. گفت چوپان باید کاری خود را کند. از یادم چند تار موی کنده گیر. گفت اسب، احتیاط کن و هر وقت که به تو در کار شوم یک تاراگی رو دود انداز. همان زمان در نزدت حاضر می شوم. پسرک فرموده اسب را کرد. اسب پریده رفت و در یک آن از نظر غایب شد. باز سحری روزی دیگر به سر قبر پدر آمد. سر زانو نشسته یاد پدر کرده گریست و باز شیخه اسب را شنویده نگاه کرد که در نزدش یک اسب جگررنگی بالدار ایستاده است. زینش زرین، افزارش سیمین، یال و دمش نازنین. سوار شو، گفت اسب، هر جا دلت خواهد میرسانم. من چوپانم، گفت پسر، چرانیدن چاروای برادرانم را در ذمه دارم. نمیتوانم به جای بروم. این اسب هم گفت که چند تار از یالش کنده گیرد و هرگاه که لازم شد دود کند پیشش حاضر می شود. سحری روز سیوم اسب سفید پریده آمد. آن هم از یالش چند تار داده همان گپ را گفته پریده رفت. پسرک همانا در خدمت اکهایش بود. بز و گاو و گوسفند برادرانش را به صحرا و یا تل و تپه راندند تا بگه می چراند. علف و هر خیل گیاهای تر و تازه را با اشتهای تمام کنده و خاییدنهای بزغاله و برچه و دب و تاز و بازی و شادی آنها را تماشا کرده وقتش چاک بشد. بگهی از خود راضی به خانه اکهایش بر می گشت و خوراک شام را خورده به خوابی راحت می رفت. یک روز در کوچه کلان چاچو و باش گویان مال رانده رفته ایستاده بود که آواز جرچی به گوشش رسید. هی مردم، ندیدم نگوید، نشنیدم نگوید، فرزندی عزیزی پادشاهی مملکت، دختری از غایتی حسن و جمال در دنیا یک و یگانه، در ایوانی بالای قصر سری چیل زینه نشسته است.
هر جوانی اسب رانده به او برسد دختر از آن اوست. خردرکانی عزیز، شما قسم اولی افسانه وصیت پدر یا مال پدر را شنیدید. ادامه این افسانه را پگاه در همین وقت و ساعت می شنوید. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برای